خنده پدر. فرزند پدر پیرش را گرفت و به کوهستان برد. وقتی به بالای کوه رسید، پسر غاری را پیدا کرد و پدر را آنجا گذاشت. هنگامی که می‌خواست برگردد، با خنده های پدر پیرش مواجه شد. پسر با تعجب به او نگاه کرد و گفت: به چی می‌خندی ای پدر؟ پدر نگاهی به پسر جوانش کرد و گفت: من هم چون مثل تو روز پدر پیر و ناتوانم را همینجا رها کردم و رفتم و حالا تو مرا اینجا آورده ای. روز هم پسرت تو را به اینجا خواهد آورد. پسر لحظه‌ای به حرفهای پدرش اندیشید و آنگاه از ترس آنکه مبادا روزی پسرش هم با او چنین کند، پدر را برداشت و به خانه آورد. بله، قدر پدر و مادرتون را بدانید. هیچ وقت تنهاشون نذارید و هیچ وقت با عصبانی با آنها برخورد نکنید، چون روز می آید فرزندانمون همون برخوردی را می کنند که ما به پدر و مادرمون کردیم. السلام علیکم.